طول 4 سال می شود که در جمهوری تاجیکستان برای داخل شدن به مکاتب‌های عالی و از بین بردن حالت‌های کورپسیونی مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عمل می‌کند. مرکز ملی تستی که از طرف پیشوای ملت راه اندازی کرده شده است برای دستگیری جوانان و علل خصوص ساکنان منطقه‌های دوردست امکانیت خوبی است. دوره بقیدگیری مرکز ملی تستی از سنه 1 مارس آغاز یافته تا 15 اپریل دوام می‌کند. غفورا و منوره خواننده صنف 11 گیمنازیای رقم 1 میگوید که راه اندازی شدن مرکز ملی تستی امکانات خوب برای جوانان از جانب حکومت و دولت می باشد. همچنین علاوه نمود که هر داوطلبی که به دانش و سواد خود باوری دارد به یگان مشکلی طریق این نظام به دانشگاه دلخواهش داخل خواهد شد. هر یک شخص باید با دانش و مهارت خود به دانشگاه داخل شده صاحب کسب و هنر شود. من کلاس 5 گروه طب بیولوژی را انتخاب نمودم و میخواهم در آینده صاحب کسب دکتری شوم و به خلق و وطن خود خدمت کنم. برای از قید گذشتن داوطلبان در 29 شهر و ناحیه‌های انتخابی جمهوری 33 نقطه بقیدگیری و در 21 شهر و ناحیه دیگر نقطه‌های سیاری بقیدگیری تشکیل کرده شده است. موافق اطلاع این مرکز حالا در ولایت سوق نقطه‌های بقیدگیری در شهر و ناحیه‌های گوناگون فعالیت می‌برند. مایونوسوف دانش راهبر نقطه بقیدگیری 0202 شهر خوجند ابراز داشت که تفاوت امسال از سال‌های پیشین در آن است که نقطه‌های بقیدگیری شماره‌شان افزوده است. برای ناحیه‌های دوردست این خیلی قلای می باشد. داوطلب پیش از اون که حجت‌هاش رو از قید گذارد، حجت‌هاش رو پیشنهاد نماید، باید به شعبه‌های نزدیکترین امانت بانک رفته با مبلغ 220 سومون کویتانسیا کند و از قید گذارد. مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک اقدامی خیلی خوبی به پیش مانده است، به راه مانده است که این هم باشد. در سامانه مرکز یک بخشی مخصوصی را جای داده است که آنجا نوشته شده است خود را بسنج. این نوبسته هر یک داوطلب میتواند به سامانه مرکز داخل شود و خودش را سنجد. سال جاری با مقصد بهتر گشتن سطح امتحان سپاری داوطلبان در 14 شهر و ناحیه‌های جمهوری از جمله دوشنبه، رشت، خوجند، ایسرافشان، کانیبادام، پنجکند، باباجان غفوروف، قرغانتپه، کولاب، واتسه، دنغره، جلالالدین بلخی، شهر توز و خاروخ مرکزهای امتحان سپاری تشکیل کرده می شود که داوطلبان می توانند هنگام بقیدگیری یکی از این شهر یا ناحیه را همچون مکان امتحان سپاری انتخاب نمایند. حالا در شهر و نواحی‌های ولایت سوق نقطه‌های زیرین بقیدگیری مرکز ملی تستی از جمله در شهر خوجند 6 نقطه بقیدگیری، گیمنازیای رقم 24 به نام باباجان غفوروف، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 به نام ابوالقاسم فردوسی، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 به نام غیب الله جان رحمت اللهیف، گیمنازیای رقم 4، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 در ناحیه باباجان غفوروف، گیمنازیای رقم 1 به نام عبدالرسول ناظروف. در شهر ایسترافشان باشد 2 نقطه بقیدگیری مرکز ملی تستی، گیمنازیای رقم 5 به نام رجب امانوف و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 به نام مکسیم گورکی. در شهر اصفهان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6. در شهر کانیبادام گیمنازیای رقم 1 با نام احسان بای بازاروف. در شهر پنجکن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 به نام رزین فعالیت میبرند. رستمبک احمدوف، نگین رحمانوف و زرافشان خوجاموف برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.